الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. با سپاس بر خداوند متعال و درود بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر یاران جان نثارش، خصوصا خلفای راشدین ابوبکر و عمر و عثمان، کسانی که پل و ارتباطی بودند که دین را به ما رساندند. و با سلام و درود بر شما بینندگان عزیز، بینندگان همیشگی برنامه منهاج و سنت، بینندگان شبکه جهانی وصال حق، هر کجا که هستید شاد و خرم باشید. امیدوارم که لحظات خوشی را داشته باشید و ایام به کامتان باشد. باز هم با برنامه منهاج و سنت با یکی دیگر از قسمت‌هاش در خدمت شما هستیم. برنامه منهاج و سنت همونطور که میدونید در رد کتاب منهاج الکرامه آقای هلی است و این برنامه پاسخ داده به تمام ادعاها و همچنین دلایل پوچی که آقای هلی در اثبات امامت و همچنین بر حق بودن مذهب شیعه آورده که هیچ کدوم از دلایل و ادعاهاش نه معقول هست و نه منقول. در خدمت جناب استاد کارشناس محترم هستیم. سلام علیکم جناب استاد، وقت شما بخیر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من در آغاز این برنامه هم عرض ادب و سلام دارم خدمت تمامی بینندگان عزیز و ارجمند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی و همچنین بینندگان ان شاء الله خواهم. جناب استاد، همونطور که آقای هلی در کتابش صورت‌های گوناگونی را بیان کرده بود که به زعم خودش بر حقیقت مذهب شیعه یا به تعبیر خودش برای اثبات امامت ائمه آورده بود، صورت پنجم یا وجه پنجم این است که اهل سنت تعصب بیجا دارند. یکی از ادعاهای آقای هلی این است که در رابطه اینکه وجوب اتباع و پیروی از مذهب امامی این است که تعصب ندارن و هر چیزی که در قرآن و سنت به تعبیر خودش آمده باشه اونو میگیرن و اما اهل سنت اینجور نیست و مثالا رو در این خصوص ذکر کرده. لطفا اگه شما اینو بازتر کنین و برای ما بینندگان همچنین جواب اینو بگین ممنون میشم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در برنامه‌های گذشته ما مطالبی رو در مورد ادعاهای هلی مبنی بر این که مذهب شیعه واجب الاتباع هست، حقانیتش بیشتر هست، نزدیکتر هست به مذهب اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما تقریبا 4 وجه رو جواب دادیم. 4 وجه رو ذکر کرده بود که ما هر 4 وجه رو به صورت مفصلی که بعد از دیگری آوردیم و مطالبی که قابل رد کردن بود و اشکال داشت اونها رو ما خدمت بینندگان عزیز بیان کردیم. وجه پنجمی که بیان کرده برای اتباع مذهب شیعه یا واجب الاتباع بودن مذهب شیعه و مقایسه رو به گمان خودش انجام داده در میان مذهب اهل سنت و الجماعت و مذهب شیعه امامی و این ادعا رو کرده که مذهب شیعه امامی یا شیعیان امامی از تعصب دور هستند، اهل تعصب نیستند. اگر یک جای حقی رو ببینند حق رو قبول میکنند، اما در مقابل اهل سنت و الجماعت اهل تعصب هستند و چه بسا حق را به خاطر تعصبی که دارند اون رو نادیده میگیرند. این عبارت هلی در کتاب خودش این است که میگوید الوجه الخامس فی بیان وجوب اتباع مذهب الامامیه. وجه پنجم، دلیل پنجم برای وجوب اتباع و پیروی از مذهب شیعیان امامی این است که انهم لم یذهبوا الى التعصب فی غیر الحق، که شیعیان و امامی ها تعصب بیجا ندارند، تعصبی که آنها را از حق باز بدارد، هر جایی که حق را ببینند حق را خواهند پذیرفت. بخلاف غیرهم، برخلاف دیگران از شیعیان امامی که بگذاریم، تمام اونها هم از شیعیان زیدی باشند یا بقیه گروه های شیعه باشند یا فرقه های دیگر از شیعه یا هم از شیعیان غلات باشند و بقیه فرقه هاشون و همچنین مذاهب اهل سنت و الجماعت، همه اونها که غیر از امامیه هستند اونا این گونه نیستند، یعنی اهل تعصب هستند و حق را چه بسا که زیر پا بگذارند به خاطر تعصبی که دارند. بعد از این چند مورد رو ذکر کرده از غزالی و ماوردی که میگوید که از ائمه شافعی بودن در مورد تسطیح قبر که مشروع هست، اما چون که شعار رافضه بوده ما اینو رد میکنیم.
از زمخشری مطلبی را در اینجا آورده که درود فرستادن بر غیر رسول الله صلی الله علیه وسلم. بعد از آن مطلبی را از صاحب هدایه آورده درباره انگشتری که در دست راست گذاشتنش مشروع هست، اما چون که شعار شیعه هست ما در واقع اینو قبول نداریم و در دست چپ ما انگشتری قرار میدیم. اینا مجموعه مطالبی هست که در اینجا ذکر کرده به عنوان تعصبات اهل سنت و الجماعت و در آخر میگه که و امثال ذلك کثیر، امثال این چیزا زیاد هست. البته آقای هلی به تعبیر خودش اینها رو انگشت شمار کرده و بهترین ها رو گلچین کرده و آورده. قطعا این گونه هست. وقتی که یک کسی برای اتمام حجت بر دیگران یک امری رو ذکر می کند، قطعا بهترین مورد رو، قوی ترین رو، باز صریح ترین استدلال رو ذکر می کند. میگه فنظر الی من یغیر الشریعه، این تعبیرش هست. میگه نگاه بکنید که چه کسانی که شریعت رو تغییر میدهند و یبدل الاحکام التي ورد بها النص عن النبي صلی الله علیه و سلم و یذهب الی ضد الصواب معانده لقوم معینین، به خاطر مخالفت با یک گروه مشخص میاند و دین رو در واقع تغییر میدن و احکامی رو که از رسول الله صلی الله علیه و سلم منسوس هست اونها رو رها میکنند و قبول نمیکنند. فهل یجوز اتباعه والمسیر الى اقواله، آیا چنین مذهبی جایز هست که مردم قولش را اتباع چنین مذهبی جایز هست و می شود که انسان پیرو قول چنین افرادی باشه و سخنشان را قبول بکنه؟ این ادعایی هست که آقای هلی در اینجا مطرح کرده و خلاصش این است که شیعه، یعنی وقتی من میگم یعنی تمام شیعه مراد نیستند، فقط شیعیان امامیه اثناعشری هستند، مانند بقیه گروه ها هم از اهل سنت یا غیر اهل سنت اهل تعصب نیستند و حق را قبول میکنند، برخلاف دیگران که تعصب های زیادی رو دارند. اما در اینجا فقط از چند نفر از علمای اهل سنت و الجماعت و از فقهاشون چند مورد، تقریبا مجموعاً 4 مورد رو ذکر کرده که اینها نشانه این هست که حق رو زیر پا گذاشتن به خاطر اینکه شعار شیعه بوده. حالا این موارد رو انشاءالله خواهیم دید که آیا واقعا این همین گونه هست که آقای هلی ادعا کرده یا برخلاف این هست. البته آقای هلی نمیدونم که این تختم بالیمین یا بالیسار که انگشت به دست راست و چپ کنن، این رو که حالا شاید امر مستحبی باشه، حالا تا چه اندازه حکم شرعی داره والله عالم نمیدونم، اما مشکل اینه که این رو ترک دین و اسلام یا بگیم که تبدیل و تغییر اسلام معرفی میکنه و از اون ور که تمام از علمای شیعه از همون اول گرفته تا الان و تا هر وقت بر همین عقیده و نظریه باشن، از تعریف قرآن گرفته، از مسائل عبادی گرفته، از مسائل دیگه بگیریم حدود گرفته، از هر مسئله رو بگیره، حتی زکات رو انداختن اونور، مسائل فرضی جایش خمس آوردن، به هر صورت نماز رو انداختن اونور، نوحه و فلان و سر و صدا و اینها آوردن، هر چیز رو تغییر دادن، حتی قرآن کلا تغییر دادن. صحابه رو انداختن اونور، کیو گرفتن؟ مثل صدوق و فلان که 300 400 سال 500 سال بحث صحابه بودن، اونها رو گرفتن. عجیبه که اونها رو تغییر و تبدیل و عوض کردن دین نمیدونه، ولی یک مسئله‌ای که از یک از علما حالا تا چه اندازه صحت داشته باشه والله عالم این تغییر دین میدونه. واقعا جای تعجبه که حالا آقای هلی که برای خودش علامه بوده و تنها علامه شیعه هست، تا چه اندازه سواد داشته که این حرفا رو گفته. حالا این واقعیتی است که شما به آن اشاره کردید. در تمامی مورد وقتی که ما نگاه میکنیم در مورد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، شیعه نمیتوانند به صورت کلی، یعنی چنین چیز در مذهب شیعه نیست که بیایند قهرمانانی رو از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که در جنگ‌ها در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و جهاد میکردند، فداکاری کردند، معرفی بکنند. در تمام این جنگ ها چه کسی بود در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم جهاد میکردند؟ اینها رو رها کردند کسانی که قهرمان بودند و در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. اما در کنار این اومدند از یک افراد دیگری مانند مختار ثقفی، مانند مالک اشتر و بسیاری دیگر، ابن سبع یهودی و بسیاری دیگر که تاریخشون کاملا سیاه هست و تمام مسلمانان اونها رو میشناسند، این افراد را بزرگ کردند در مقابل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. موارد بسیار زیادی هست که ما نمیخوایم کل این دفتر رو در واقع باز بکنیم. شما اشاره کنیم به مختار ثقفی و علت این که من اسم مختار بقی رو که در زمان ائمه بودن نگرفتم و بعد از ائمه بود،
علتش اینه که تمام اونها جز فرقه امامیه نیستن، یا مختاریه هستن یا فلانیه که طبق خود مذهب شیعه یا کافرن یا خارج عن الدین و المله هستن. به هر صورت جز شیعان گفته نمیشن، شیعان امامی. پاسخی که علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه به این گفتار یا ادعای آقای هلی داده، اول یک پاسخ مختصر داده و میفرماید که والجواب من طریقین، جواب هلی در این ادعایش از دو وجه هست و دو طریق ما اینو جواب میدیم. احدهما، جواب اولین است که ان هذا الذي ذكره هو بالرافضه الصق، این اتهامی که به اهل سنت وارد کرده این در کامل ترین وجهش و صادق ترین وجهش به خود روافض بیشتر میچسبه، به روافض در واقع بیشتر میچسبه تا به اهل سنت و الجماعت. این یک مطلب دوم. و ثانی ان ائمه السنت براء من هذا، اهل سنت و الجماعت ائمهشون از این ادعاهایی که کرده آقای هلی بیزار هستند، بری هستند، چون این چیزی اتهامی به آنها در واقع سازگار نیست و به آنها نمیچسبه. این به صورت کلی و خلاصه اینم گفته. بعد از این اومده و توضیح داده در این مورد که به چه صورت شیعه تعصب بیشتری دارن در این زمینه، اگر قبول بکنید که اهل سنت و الجماعت دارن. و قطعا من یک نکته رو عرض بکنم که تمام علمای اهل سنت و الجماعت، تمام علمای اهل سنت و الجماعت هر چی گفتن ما همه رو قبول نداریم. ما اسمتی رو برای هیچ یک از بزرگان خودمون، برای مجتهدین خودمون و برای علما و فقهای خودمون قائل نیستیم و این رو انکار نمی کنیم، چه بسا برخی از مجتهدین به خطا رفته باشند. این کاملا یک امر طبیعی و خیلی در واقع قابل قبول هست برای کسانی که آشنایی دارند با فقه اسلامی و نحوه استدلال و ادله. منتها این که یک مورد یک فقیه، یک لغزش یک فقیه رو بیاورند به نام یک مذهب تمام بکنند، این فکر نمی کنند که انسان عاقلی بیاند و چنین مطلب و چنین در واقع حکمی رو و روشی رو قبول بکنند. البته روش جالب شما ذکر کنید که شیخ الاسلام در اینجا به حساب پی گرفتن و جواب دادن. علاوه بر این که جواب این علامه هلی رو میده، تعصبات از مذهب شیعه ذکر میکنه در بله دقیقاً اینجوریه. ایشون میفرماد طریق اول که ما میگیم که شیعه بیشتر از اهل سنت و الجماعت تعصب دارند، اولی این هست که لا نعلم طائفه اعظم تعصبا فی الباطل من الرافضه، ما هیچ طایفه ای رو و فرقه ای رو که تعصب بیشتری از روافض داشته باشند ما در میان فرق اسلامی و مذاهب اسلامی سراغ نداریم. حتی انهم دون سایر الطوائف عرف منهم شهادة الزور لموافقهم على مخالفهم. دروغ گفتن، شهادت دروغین و گواهی دروغین از روافضه ثبت شده، این مورد دیده شده، مشاهده شده از شیعیان رافضی، اما این از بقیه فرقه های مسلمانان ما سراغ نداریم. وليس في التعصب اعظم من الكذب، در میان تعصب چیزی از دروغ فراتر نیست. یعنی اگر قرار باشد یک کسی رو ما متهم بکنیم به تعصب کردن، بالاترین درجه تعصب دروغ بستن و افترا کردن هست. افترا بستن بر یک شخص دیگر بالاترین درجه تعصب هست که انسان در واقع تعصب به معنی چشم بستن هست که انسان حق رو نادیده بگیرد و عصابه یک پارتی هست که چشم رو میبندن. تعصب یعنی این که انسان کورکورانه یک مطلبی رو به آن اصرار بکنه با اینکه نمیبیند واقعیت رو یا واقعیت رو میبیند و خلاف واقع رو در واقع اظهار میکند. پس بنابراین بالاترین درجه تعصبی که وجود دارد انسان میتواند که تصور بکند تعصبی رو، این است که انسان به خاطر دفاع از اعتقاد خودش، دفاع از آن چیزی که آن را در واقع مطرح کرده، عقیده و ایدهش هست، دروغ بگوید. این بالاترین درجه تعصب هست. حالا نگاه بکنیم که در میان مذهب شیعه آیا دروغ گفتن به خاطر مصالح دینی خودشون برای دفاع از عقیده خودشون جایز هست یا اینکه این مطلب جایز نیست؟ مطلبی رو در اینجا ذکر کرده که آقای هلی که بقیه به خاطر این که چون که شعار اهل تشیع هست، برخی از موارد مانند انگشتر در دست راست گذاشتن، اهل سنت اومدن اینو به صورت کلی رد کردن. شیعه یک اصلی رو دارن در مذهب خودشون، نه قول فقیه هست، قول فقیه هست، فقهای شیعه نیست، قول مرجعی نیست، قول مجتهدی نیست، قول راوی نیست، مستقیما قول امامشون هست.
تفاوت میکنه در این که از یک طرف ما بیایم بگیم که فلان فقیه در مذهب اهل تسنن چنین و چنان گفته، خب یک فقیه هست اشتباه کرده، اما طرف دیگر امامی گفته، امام معصومی که از جانب الله متعال تعیین شده آمده یک حرفی رو زده. در صورتی که قول امام برابر با قول پیامبره، قول پیامبر است، هیچ تفاوتی رو در این زمینه میخوام بیان باز قول پیامبر بیان که صحیح باشه که شما این حرفو گفتید. و این مطلب این ما خالف العامه ففیه الرشاد، درست. هر چیزی که در مخالف عامه باشه در این در واقع رشاد هست و کامیابی و پیروزی هست. درست. در کتاب اصول کافی در این زمینه روایاتی وجود دارد که کامل هست و صریح هست در این زمینه. من موارد دیگری و روایت دیگری هم در این زمینه وجود دارد، من فقط به این یک روایت اکتفا میکنم. در جلد اول اصول کافی صفحه 67 یک روایتی رو دارد در باب کتاب فضل العلم هست، در اینجا روایت هفتم هست و باب اختلاف الحدیث، باب اختلاف الحدیث و کتاب اصول کافی هست، کتاب فضل العلم هست، جلد یک صفحه 67 هست. در اینجا یک روایتی رو دارد که روایت دهم هست در این باب که عمر ابن حنظله میگه سألت ابا عبدالله، از امام ابو عبدالله من سوال کردم در مورد دو نفر که اومدند یک اختلافی رو دارند. من کل این روایت رو نمیخونم، فقط موضع شاهد رو میخونم. موضع شاهد اینجا هست، میگه قلت جعلت فداک، جعلت فداک، من فدات بشم، ان کان الفقیهان عرف حکمه من الکتاب و السنه. این دو تا فقیه از اهل سنت و الجماعت هستند، این همه حکم رو از کتاب و سنت یاد گرفتند. و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه والآخر مخالفا. دو فقیه شیعه بالفرض یک حکمی اختلاف دارند در مورد یک حکمی، هر یک نظری رو دارند، ما هر دوتاشون از کتاب و سنت اینو اخذ کردن، منتها یکی از دو خبر موافق با عامه هست اهل سنت و دیگری مخالف با اهل سنت هست. لام به ای الخبرین یؤخذ، کدوم خبر مورد تایید هست و ما میتونیم اون قبول بکنیم؟ قال ما خالف العامه ففیه الرشاد، هر چی مخالف عامه باشه در اون رشد هست و رستگاری هست. قلت جعلت فداک فإن وافقهما الخبران جمیعا، اگر هر دو دیدگاه موافق با اهل سنت بود موافق با عامه بود چیکار بکنیم؟ میگه ینظر الی ما هم الیه امیل، نگاه میکنیم که بیشتر تمایلشون به طرف کدوم قول هست. امیل حکامهم و قضاتهم فیترک، اون چیزی که اهل سنت بیشتر به اون عمل میکنن اون ترک میشود و یؤخذ بالآخر، اون یکی دیگه رو قبول بکنن. سوال کرد راوی که فإن وافق حکامهم الخبرین جمیعا، هر دو خبر موافق با حکام اهل سنت و عامه باشه، اون وقت چیکار بکنیم؟ اذا کان ذلك فارجه حتی تلقى امامک، اینو به تأخیر بنداز، عمل نکن، بذار تا زمانی که امام معصوم خودت را پیدا بکنیم. الان این ما خالف العامه ففیه الرشاد، این در واقع یک اصلی شده از اصول در مذهب شیعه در واقع که بر این عمل میکنن. غیر از این مواردی هست که بهتان زدن بر دیگران، افترا بستن بر دیگران، بر اهل سنت و الجماعت، دروغ گفتن، افترا بستن، تهمت زدن، اینها در هر دین و آیینی حرام هست. حتی از این بدتر که به گفتن که کسی که شیعه نباشه اصلا علیاذ بالله. اضافه بر این یعنی تمام افترا در هر زمینه‌ای که ما نگاه بکنیم، هم در زمینه‌های علمی هست، در مباحثات علمی و هم در موارد اخلاقی هم اومدند و افتراهایی رو بر اهل سنت و الجماعت بستند. افترا بستن بر دیگران در واقع اگر این تعصب نیست، اگر این رو ما در واقع تعصب نمینامیم، پس تعصب یعنی چه معنی رو داره؟ اصلا تعصب دیگه در واقع نمیشه که از اون تعصب تعبیر کرد و اونو معرفی کرد. بالاترین تعصب دروغ گفتن به خاطر حفظ مذهب هست، دروغ گفتن به خاطر تأیید مذهب و قول در واقع دیدگاه خودشون هست. در این زمینه ما می‌بینیم که شیعه روایات دارن در این مورد که دشنام دادن و لعن و نفرین کردن، غیبت کردن و تهمت زدن به مخالفین رو کاملا آزاد میدونن. این هم به چه حجت و به چه دلیلی؟ به دلیل این که مثلا مذهب رو تأیید بکنن. در کتاب اصول کافی جلد دوم کتابی رو داره به نام کتاب الایمان و الکفر، کتاب الایمان و الکفر هست و یک بابی هست به نام باب مجالست اهل المعاصی، مجالست با اهل معاصی. در این باب روایت چهارمش این مطلب رو به صورت کامل بیان کرده.
روایت چهارم این باب روایتی است از محمد ابن یحیی، از محمد ابن حسین، از احمد ابن محمد ابن ابی نصر، داود ابن سرحان، عن ابی عبدالله امام جعفر صادق قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا رأيتم اهل الريب والبدع من بعدی فاظهروا البراءة منهم. بعد از من که اهل ریب و شک و بدعت رو دیدی از اونها اعلام براءت بکنید. و اکثروا من سبهم، نگفته اونها رو دشنام بدید، خیلی دشنام بدید تا میتوانید. و اکثروا من سبهم، فحش و ناسزا بگویید. و القول فیهم، در مورد آنها حرف بزنید، عیبجویی بکنید از آنها. و الوقیعه، و عیبجویی بکنید. و باهتوهم، به آنها تهمت بزنید. و باهتوهم، به آنها اتهام وارد بکنید. کی لا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام، تا اینکه نتوانند در اسلام فسادی رو ایجاد بکنند. و یحذرهم الناس، و مردم از آنها پرهیز بکنند. ولا یتعلمون من بدعهم، مردم از بدعات های آنها اثر نگیرند و فرا نگیرند. یکتب الله لكم بذلك الحسنات و یرفع لكم به الدرجات فی الاخره. با این کاری که شما انجام بدید الله متعال حسنات برای شما می‌نویسه، کارهای نیک رو برای شما ثبت میکنه و درجات شما رو در روز قیامت در واقع بالا میبره. یعنی امام معصوم کسی که از طرف خدا من جانب الله تعیین شده برای ادب و اخلاق اونها با عرض پوزش، یعنی این همه اخلاق گندیده و پست رو به پیروانش آموزش میده که شما برین از این گندکاری ها کنین تا خداوند در دنیا و آخرت بهتون اجر و پاداش بده و مقامتون بالا بره. بله، این هم در مورد اهل اسلام هست، کسانی که از دیدگاه اونها بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم اهل بدعت بودن. روایات زیادی در این زمینه دارن که اهل سنت و الجماعت در هیچ چیزی موافق با حق نیستن، بی خاطر اون اصلی رو قبلا من خدمت شما خوندم که ما خالف العامه ففیه رشاد. بر این هست، یعنی هر چیزی که موافق با عامه باشه، موافق با اهل سنت و الجماعت باشد، این در واقع خلاف حقیقت هست و از اون باید اونو رد کرد. در توضیح این روایت در اینجا مطلبی را آورده الوقیعه فی الناس الغیبه. وقتی الوقیعه و الوقیعه و باهتوهم، میگه وقیعت به معنی غیبت هست که تا میتوانید غیبتشون رو بکنید. میگه و ظاهر ان المراد بالمباهته الزامهم بالحجج القاطعه. میگه منظور از مباهته یعنی این است که شما با حجت و برهان اونها رو قانع بکنید و اونها رو شکست بدید. منتها این تعبیر با کلمه باهتوهم به هیچ عنوان سازگار نیست. با این ساختار کلمه و صیغه باهتوهم به هیچ عنوان سازگار نیست و این مطلب رو از آقای مجلسی آورده، شرح مرآت العقول اینجا اضافه کرده و در آخر میگه و یحتمل ان یکون من البهتان. بعید نیست و این احتمال هم وجود دارد که این باهتوهم از چی باشه؟ از بهتان باشه. خب چرا بهتان بدیم؟ میگه للمصلحتی، به خاطر مصلحت. بهتان زدن به خاطر مصلحت باشه. یکی از معنی های این روایت میتونه که این در واقع مطلب باشه. الان این بحثی هست که در اینجا گفته که به اونها بهتان بزنید، باهتوهم، به اونها در واقع بهتان بزنید. من به خاطر اینکه این جمله کاملا واضح بشه در زبان عربی، اینو به از یکی از کتاب‌های لغت اگر دوستان نمایش بدن، کتاب لسان العرب هست، ابن منظور هست، مکتب اویکان، یکی از کتب معروف ادبی هست، فرهنگ لغتی، که در این زمینه معنی باهت را و بهت را در اینجا بیان کرده. در اینجا ماده با و ها و تا هست. میگه بهت الرجل یبهته بهتا و بهتانا فهو بهات ای قال علیه ما لم یفعله. قال علیه ما لم یفعله، یعنی چیزی رو که نکرده و انجام نداده نسبت میده. کاری رو که یک شخصی انجام نداده بهش نسبت بدن، این هست من ماده بهت هست و بهتان هست. و در ادامه به صورت صریح‌تر و کاملتر ماده باهته رو میاره. باهته که از اینجا اومده بود باهتوهم، باهتوهم آورده بود، کلمه وسیقش این بود. اینجا خود باهته رو تفسیر کرده. باهته استقبله به امر یقذفه به، یقذفه به، یک اتهامی به اون وارد میکند. و هو منه بریء، یک کاری که انجام نداده. وقتی این باهت الرجل باهتوهم یعنی این که کسی یک کاری رو انجام نداده، در اون این عیب و ایراد وجود نداره، شما اتهام بزنید به اون، قذف بکنید و هو منه بریء، در صورتی که از این کار بری هست. لا یعلمه فیبهت منه والاسم البهتان، کاری که انجام نداده شما بهش میگی که در واقع
تهمت بزنی این کار رو انجام داده، فیبهتون در واقع در بهت میماند، یعنی از این که این اتهام وارد شده کاری رو کسی خبر نداره به اون نسبت داده، این از این ماده باهته هست. و بهت فلان فلانا اذا کذب علیه، بهت یعنی فلان فلانا اذا کذب علیه. پس بنابراین در مذهبی که اساساً اومده و وارد شده که شما به مخالفان خودتون افترا ببندید، به آنها دروغ بزنید و دروغ بگویید علیه آنها و غیبتشان را بکنید، بدجویی بکنید از آنها، به چه خاطر؟ فقط به خاطر اینکه با شما مخالف هستند. افرادی از این مذهب چگونه میتوانند و بیان و ادعا بکنند که اهل سنت و الجماعت مثلا تعصب بیجا دارند؟ اگر این تعصب نیست، بهتان زدن، دروغ بستن، افترا کردن بر دیگران و غیبت کردن، یعنی غیبت خود معنی غیبت این است یک چیزی رو که در میان اون فرد انجام نداده شما اینو در واقع تهمت، غیبت خود غیبت این است که کاری رو انجام داده شما ذکرش میکنی عیبش رو، و بهتان یک کاری هست که انجام نداده و شما اونو در واقع نسبت میدید بله فلانی کار رو انجام داده. حالا عجیب است که امام معصوم اینجور میگه، اینو اصلا نسبت دادن به رسول الله صلی الله علیه و سلم. امام معصوم اینو نقل میکنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم که هم رسول الله صلی الله علیه و سلم و هم امامان اهل بیت و فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم از چنین چیزی کاملا بری و بیزار هستند. این روایت ها به صورت گسترده در کتاب های شیعه وجود دارد، این مطلب را میرسونند، یک روایت و دو روایت نیست. به طور مثال در کتاب وسائل الشیعه که یکی از کتاب های معروف مذهب شیعه هست، تفصیل وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعه، تعریف شیخ محمد ابن حسن حر عاملی هست. در این کتاب در جلد 16 این کتاب هست که در واقع، و این چاپی که من در اختیار دارم جلد 6 هست، چاپ فشرده‌ای هست. در اینجا یک بابی رو داره به نام باب تحریم القذف حتی للمشرک مع عدم الاطلاع. حرام هست قذف، تهمت زدن حتی به مشرک، برخلاف اون چیزی که در اون روایت اومده بود. در اینجا روایتی رو داره، روایت سوم این باب هست که در اینجا ذکرش کرده و روایت 20000 هست، 20910 هست اینو. و عن علی ابن محمد عن علی ابن عباس عن الحسن ابن عبد الرحمن عن عاصم ابن حمید عن ابي حمزه عن ابي جعفر، امام ابو جعفر یعنی باقر رحمت الله علیه قال قلت له ان بعض اصحابنا یفترون و یقذفون من خالفهم. یک واقعیت تلخی هست که اعتراف میکنند خودشون، حتی در زمان ائمه میگه بعضی از اصحاب ما افترا میبندند و تهمت میزنند بر مخالفین. برخی از اصحاب ما یعنی شیعیان افترا میبندند و تهمت میزنند به مخالفان. فقال الکف عنهم اجمل، نه بهتر است این کارو نکنند. نمیگه حرام هست، الکف عنهم اجمل. انجام ندادن این کار و باز آمدن و صرف نظر کردن از این مخالفین و افترا بستن، این برای شما اجمل هست، بهتر هست. جناب شما عنوانی که خوندین، عنوان این باب چی بود؟ تحریم القذف حتی للمشرک. تحریم القذف، ولی اینجا چرا گفت الکف عنهم اجمل، زیبنده تره که این کارو نکنن؟ روایت دیگری در اینجا آورده که بیانگر تحریم هست، اما این یک روایت در واقع بیانگر تحریم نیست. در اینجا من تعبیرش این است که الکف عنهم اجمل. و جالب در اینجا هست که ببینید که ادامه این روایت هم مطلب گرچه شاید چندان ارتباطی رو نداشته باشه منتها زیبا هست. ثم قال، بعد از این امام باقر گفت یا ابا حمزه والله ان الناس كلهم اولاد بغایا، مردم همهشون زنازاده هستن. ان الناس كلهم اولاد بغایا، مردم همهشون زنازاده هستن، مادرانشون فاحشه هستن. ما خلا شیعتنا، به استثناء شیعیان ما، به استثنای شیعیان ما. من نمیدونم در شهرهای سنی نشین، در کشورهای سنی نشین به صورت در کشورهای شیعه و در شهرهای شیعه نشین، اصلا در جامعه های شیعه چیزی به عنوان فاحشه و روسپیگری و زنا وجود نداره مطلقاً که بیان مثلا تهمت بزنن به اهل سنت و جماعت. عموما یک دست همهشون، تمام مخالفین ما غیر از شیعیان ما، همهشون اولاد بغایا هستن، حرامزاده و زنازاده هستن. ثم قال نحن اصحاب الخمس، بعد از اون میگوید امام باقر میگوید ما اصحاب خمس هستیم، یعنی خمس حق ما هست. این تعبیر خمس حق ما هست. و قد حرمناه علی جمیع الناس، ما این خمس رو حرام کردیم بر تمام مردم، یعنی تمام مردم بر اهل سنت و الجماعت ما این خمس رو حرام کردیم. اینها دارند حرام میخورند،
تغذیه که اهل سنت میکنن مال ما هست، خمس رو پرداخت نمیکنند، پس بنابراین حرام میخونند. ما خلا شیعتنا، به استثناء شیعیان ما، یعنی ما این خمس را برای شیعیان خودمون حلال کردیم، یعنی خمس را به شیعیان خودمون بخشیدیم تا اینکه حلال زاده بشوند. اما اهل سنت و الجماعت چون که در واقع خمس رو پرداخت نمی کنند، پس بنابراین اونها زنازاده هستند و حلال زاده حساب نمی شوند. الان یک ملتی رو، یک در واقع مذهبی رو، یک گروه بسیار بزرگی از انسانها را صرفا این که چون که شیعه نیستن نسبت میدن که تمام اینها حرامزاده و حلال زاده هستند، در صورتی که اهل سنت و الجماعت اون بحث زنا که یک بحث جداگانه هست و هیچ گونه شک و شبهه در تحریمش و در مذمتش که اومده روایات در میان اهل سنت و الجماعت هیچ کسی نمیتونه ایرادی وارد بکنه. حتی متعه را که یک نوع لباس اسلامی بهش دادن، این در میان شیعه خیلی فراوان هست. اهل سنت و الجماعت در اینو هم برای خودشون نمیپسندن، چه برسه که زنا رو برای خودشون بپسندن. جناب استاد، صحبتایی که در رابطه با گفتیم ما کسی که ان الناس کلهم اولاد بقای ما خلا شیعتنا، من دیگه صحبتی کوچولی داشتم و این صحبت شاید از خود شیعیان باشه، چه معممین و علمای شیعه و همچه از دانشجویان و هر کس که واقعا قابل میخواد فکر کنه و این مذهب رو بهتر بشناسه. اون البته اگر این روایت رو شما از وسائل شیعه آوردین، آقای کلینی هم در الروضه آورده تو بحث حدیث 9 یوم القیامه است، حدیث شماره 431، این حدیث رو آورده با همین عبارت، البته خیلی طولانی تر و فرقی بشه، فقط این عبارت توش هست که ان الناس کلهم اولاد بقایا ما خلا شیعتنا و اون بحث بالا که جناب استاد اشاره کردن. سوال من این است که امام رضا خانومشون و همسرشون از چه کسانی بود جناب استاد؟ شما جواب بدین. از طرف شیعیان از بنی عباس بود. دقیقاً از بنی عباس بود. دختر چه کسی بود؟ دختر هارون رشید، خلفای بنی عباس، خلفای عباسی بود. و همچنین عروس امام رضا، یعنی مادر امام جواد، امام هشتم و امام نهم، اون هم دختر مأمون بود. خب آیا طبق این حدیثی که به ابو جعفر، به امام باقر نسبت میدن، حدیث از امام باقر بود فکر کنم، به این حدیث نسبت میدن یعنی امام رضا، سوال من ندارم، سوال از خود کتاب مطرح میشه و خودتون بیاید جواب بدین، آیا مادر امام رضا و همچنین عروس امام رضا که مادر امام جواد باشه، در این حدیثی که آقای کلینی و آقای حر آملی و دیگران این آوردن که ان الناس کلهم اولاد بقایا، اینها هم جز اولاد بقایا هستن؟ امیدوارم که این سوال رو بتونن جواب بدن، که محاله که بتونن جواب بدن. این مطلب که شما اشاره کردید و همچنین این مطلب رو من اضافه بکنم که آنچه من از کتب شیعه خوندن، از کتاب اصول کافی و از کتاب وسائل شیعه، شاید برخی فکر بکنند که خب این یک چیزی بوده که کلینی یک اشتباهی کرده، یک دروغی، اگر خودش دروغ رو جعل کرده، این روایت رو از کسی دیگر از راوی بوده، خب یک چیزی بوده که در کتاب‌ها زیاد شاید چندان مهم نباشه. اما متاسفانه همین مطلب در کتاب‌های علمای معاصر شیعه و مراجع تقلیدشون هم امروز وجود داره، بر اساس همین روایت اومدن و این فتواها رو صادر کردن. یکی از مراجع بسیار معروفشون خویی هست که در واقع در جایگاهی که در مذهب شیعه داره کسی حرف و حدیثی در این زمینه نداره. یکی از کتابهاش که به عنوان صراط النجات است، چون که اصل این کتاب رو من در اختیار نداشتم، من پرینت گرفتم از این کتاب، دوستان نمایش بدن. کتاب صراط النجات هست فی اجوبه الاستفتاءات لسماحه آیت الله العظمى استاد الفقهاء والمجتهدین السید ابو القاسم الموسوی الخوئی قدس سره. این کتاب هست و اینم صفحه اول این کتاب صراط النجات و اینم شناسنامه این کتاب و الطبعه الاولى فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه در ایران چاپ شده و اینم مهر کتابخانه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی هست و شماره ثبتی که در اینجا هست و اینم خود جواد تبریزی رو که تاییدیه هست که و این در صفحه که 400 جلد چند جلدش دقیقاً اینجا نه، جلد اول کتاب، جلد اول این کتاب هست و سوال 1245
صفحه چند؟ 1245. صفحهش در اینجا نیفتاده. 1245 شماره سوال 1245 هست. در اینجا همین سوال رو مطرح کرده. سوال این است که هل یجوز الکذب علی المبدع، نمیدونه این مبدع هست یا اصلش مبتدع بوده، او مروج الضلال فی مقام الاحتجاج علیه، آیا دروغ بستن، هل یجوز الکذب، دروغ گفتن، دروغ بستن بر مبتدع یا مبدع که اینجا ذکر شده، یا مروج گمراهی و ضلالت فی مقام الاحتجاج علیه، در هنگام احتجاج بر اون. وقتی ما میخوام باش بحث و مجادله بکنیم و مناظره بکنیم و میخوام احتجاج بر اون قائم بکنیم، آیا جایز هست که دروغ بگوییم؟ اذا کان الکذب یدحض حجته، زمانی که این دروغ گفتن باعث میشه که حجت اون مخالف و مروج ضلال اون از بین برود. درست. دروغ گفتن ما سبب میشود که اون دلیلش در واقع از بین برود. و یبطل دعاویه الباطله، و این دروغ ما ادعاهای باطلش رو از بین میبرد و باطل میکند. آیا در چنین صورتی جایز هست ما دروغ بگوییم؟ آیت الله خویی میگه اذا توقف رد باطله علیه جاز، اگر رد باطلش، رد کردن قول مخالف و باطلش متوقف هست، منوط هست بر این دروغ گفتنش، ما جایز هست که دروغ بگید. اگر مطمئن هستی که این دروغ واقعا اون باطل اونها رو رد میکند، جایز هست که دروغ بگید. این یک مطلب. سوال بعدی هم در همین مطلب هست. درست. و هل یجوز سب اهل البدع و الریب، آیا جایز هست دشنام دادن اهل ریب و اهل بدعت و ریب، و مباهتتهم، همون مباهته که در اونجا آمده، بهتان زدن، افترا بستن به دیگران، به مخالفین، و الوقیعت فیهم، غیبت کردن اونها، آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ در صفحه بعد جوابش هست که اذا ترتب ردع منکر علی تلک فلا بأس، اگر این منجر می شود به ردع و بازداشتن از یک منکری بر این دروغ گفتن و بهتان زدن، فلا بأس، این هیچ گونه اشکالی رو نداره. اینو از خود اصل کتاب من این کتاب شما گفتین کتاب پی دی اف پیش من هست، و اضافه بر این از کتابخانه اهل بیت دوستان این هم نمایش بدن، از مکتبه اهل بیت هست، کتابخانه اهل بیت، نسخه دومش صراط النجات، تعلیق میرزا تبریزی سید خویی از جلد 1 صفحه 447 تا 448 دقیقاً همین مطلب است که در اینجا من آوردم بیان کردم، و اینم شناسنامه کتاب هست که از مکتبه اهل بیت نسخه دوم هست. پس بنابراین ما میبینیم که در این مذهب هم گذشتگانشون و هم علمای موجودشون و معاصرینشون و مراجعشون این عقیده را دارند که دروغ بستن، افترا بستن بر مخالفین، غیبت کردن و تهمت زدن اونها جایز هست. نه تنها این که جایز هست، بنابر روایتی که نقل کرده بودند از امام باقر، حتی این موجب کسب حسنات هست، الله متعال حسنات زیادی رو براشون خواهد نوشت و در روز قیامت درجات اینها رو بسیار بالا و بلند خواهد برد. الان این مذهب تعصب دارند یا اهل سنت و الجماعت؟ انسانی که واقعا یک ذره انصاف داشته باشد و بدون طرفداری قضاوت بکند، قطعا مذهبی که بیاد دروغ گفتن را جایز بداند، افترا بستن را جایز بداند، دشنام دادن را جایز بداند، غیبت کردن را جایز بداند، غیبت و افترا بر مخالف، به چه خاطر؟ به خاطر انتصار مذهب، به خاطر این که حجتی رو قائم بکنیم علیه اونها تا اینکه مذهب اونها و عقیده اونها را رد بکنیم. پس بنابراین همان گونه که علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه در اینجا فرمودند ان هذا الذي ذكره هو بالرافضه السق، اگر واقعا هم تعصبی در میان اهل سنت وجود داشته باشه، اما اندازهش و سطح این تعصب در مذهب شیعه غیر قابل تصور است، خیلی بالاتر است و اینو یک دین میدونند و یک دیانت میدونند، تعبد میدونند و امید ثواب از این کارها رو دارند. جناب استادی، اگه به نظر من این خیلی یعنی شاید سالهای نوری هم از تعصب بالاتر باشه. این بحثی که شما ارائه دادین که آیا اهل سنت تعصب دارن یا شیعه، همونطور که باز هم در اول بحث اشاره کردین که اگرم بالفرض محال، که اصلا محاله، بالفرض محالی که از فقها علمای اهل سنت حرفی رو بگه، به این حرف اون یک فقیه بوده مثل بقیه انسان ها. اما اینجا قول معصومی که شیعه اونو به عنوان دلیل و مدرک ذکر میکنه. پس از زمین تا آسمون فرق داره و واقعا خیلی جواب زیبایی بود. جناب استاد اگر نکته
مطلب دیگری، علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه بعد از اینکه این مطالب را ذکر کرده که شیعه خیلی تعصبشون بیشتر هست بر ناحق هستند، بر ناحق خودشون تعصب میکنند و حق رو در واقع قبول نمیکنند و من هم مواردی رو خدمت شما عرض کردم از این تأصیل کردند، اینو به عنوان یک قاعده در مذهب خودشون قرار دادند که ما خالف العامه ففیه رشاد. علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه در زمان خودشون واقعیت شیعه هایی که وجود داشتند نمونه هایی رو از اون زمان ذکر کرده که نشانه بر تعصب شیعیان آن زمان بودند. شاید شیعیان امروزه اون تعصب را نداشته باشند در این زمینه و موارد دیگری قطعا هست در جامعه که ما هم مشاهده کردیم، شما مشاهده کردید و اما شاید اون دقیقاً اون مورد امروزه در میان شیعیان در ایران یا جای دیگر وجود نداشته باشه. منتها مواردی هست که علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه خودش دیده در زمان خودش و اینها رو برای ما نقل میکنه. یکی از تعصباتی که ذکر کرده از اونها و حتی انهم فی التعصب جعلوا للبنت جمیع المیراث، میگوید که میراث رو همه رو به دختر میدهند. درست. یکی از مواردی هست که میراث رو به دختر میدهند. این نمیدونم که امروزه آیا این متداول هست در میان شیعیان، آیا چنین چیزی که وجود نداره، من سراغ ندارم چنین چیزی رو. منتها در اینجا تعلیل کرده علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه که میگوید لیقولوا ان فاطمه رضی الله عنها ورثت رسول الله صلی الله علیه و سلم دون عمه العباس، تا اینکه توجیه کرده باشند که بله تنها وارث رسول الله صلی الله علیه و سلم فاطمه زهرا بودند و عباس هیچ گونه سهمی رو در میراث رسول الله صلی الله علیه و سلم نداشت. و ما میدونیم قطعا با توجه به آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که در باب فرایض هست زنها سهم دارند. درست. زنهای رسول الله امهات المؤمنین قطعا یکی از ورثه بودند از رسول الله صلی الله علیه و سلم و ذی سهم بودند که سهم اونها باید به اونها میرسید و همچنین عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم که در واقع عصبه هست و به تعبیر عامیانه پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم محسوب میشن. اما این مطلب رو که میراث رو تنها همه میراث رسول الله صلی الله علیه و سلم مال فاطمه زهرا هست، این در کتاب شیعه وجود داره. الان حتی دغدغه کلان تو شبکه ها و رسانه ها و حتی مطبوعات راه انداختن همینی که فدک مال فاطمه بود، فلان جا که مال فاطمه بود همش غصب کردن. اگه قرار بود که تقسیم بشه باید به همه ورثه ها برسه. قطعا این گونه هست. هم به ازواج پیامبر که این اختصاصی داشته باشه به حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها. این روایت در کتاب وسائل شیعه هست، در کتاب های دیگه هم البته این روایت ذکر شده. من از این کتاب اینو نمایش میدم، کتاب وسائل شیعه جلد 9 این کتاب هست، از این چاپی که در اختیار من هست و در این مورد که کل میراث رو به حضرت فاطمه رضی الله تعالی دادن در جلد 17 از کتاب ها و چاپ های دیگر هست، جلد 17 صفحه 443 یک بابی رو دارد. عنوان باب این هست که ان باب ان البنت اذا انفردت ورثت المال كله، وقتی که یک دختر تنها باشه کل مال رو در واقع به ارث میبره. در اینجا روایت 32 هست، 32580 و روایت 4 این باب هست. این روایت از فضیل ابن یسار هست، قال که من سندش رو کاملا نخوندم، قال سمعت ابا جعفر، من از ابو جعفر باقر علیه السلام شنیدم، یقول لا والله ما ورث رسول الله صلی الله علیه و سلم العباس، که عباس رضی الله تعالی عنه هیچ گونه میراثی رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم نبردن، ولا علی، نه علی هم هیچ میراثی رو نبرد، ولا ورثته، ورثه دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم هم میراث نبردن. جالب است در اینجا میگه که ولا ورثته، خود همین جمله نقض این مفهوم است. وقتی ما میگیم که ورثه رسول الله میراث نبردن، اگر نبردن ورثه نبودن. درست. اگر میراث نبردن بهشون ندادید یا نمیرسید واقعا، پس اونا ورثه نیستن. پس چطور میگه که هیچ یکی از وارثان رسول الله میراث نبرد؟ اگر میراث بهشون نمیرسید پس بنابراین ما میتونیم بگیم که غیر از فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها رسول الله ورثه دیگری رو نداشتن. اما اعتراف کردن بین که ورثه دیگر رسول الله مانند حضرت عباس و همسران رسول الله صلی الله علیه و حضرت علی که میراثی نمیورد، چون که مستقیما چون که در واقع به حضرت عباس رضی الله تعالی عنه مقدم تر بود بر علی رضی الله تعالی در نسب. عباس عمویش هست و علی عموزاده
دادش بود و پسر عموشون بودن. به هر صورت میگه ولا ورثته، حتی هیچ یک از وارثان رسول الله میراث بهشون داده نشد الا فاطمه، به جز فاطمه زهرا. و ما کان اخذ علی علیه السلام الصلاح و غیره الا لانه قضى دینه. میگه این که شمشیرش رو حضرت علی برداشته به خاطر این است که دینها و قرضهای رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در واقع پرداخته. این روایت صراحت دارد بر این همون مطلبی هست که در اینجا علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کرده که تمام میراث رو دادن به فاطمه زهرا. این هم جزء تعصباتشون هست که چون این روایتی رو جعل کردند که میراث فقط برسه به فاطمه زهرا و بقیه وارثان رسول الله با توجه به اینکه در خود این روایت اومده که وارثند، کلمه ورثه اومده، اونها رو در واقع محروم کردند از میراث رسول الله صلی الله علیه و سلم. در اینجا واقعا شما نکته بازم اشاره کردین که امام باقر بود دقیقاً که فرمود که والله، یعنی در اول عبارت که آورد که قسم خورد که هیچ کس از ورثه پیامبر ارث نبرده. و همچنین روایاتی که قبلی هم خواندین در رابطه با این که به حساب گفته که وقیعت فیهم و فحش بدین اونها و اکثر السب الی آخر. تمام این شیعه فقط به این چی بوده که چهره خشن و به حساب بدبو از ائمه ارائه بده. یعنی در روایتایی که میبینه فقط جز خشونت هیچ چیز دیگه از اینها نمیاد. حتی اینجا که دو روایت از اینجا امام باقر خوندین، یک روایتی که از جلد 16 وصالشیه بازم در رابطه با همون والوقیعت فیهم خوندین، فقط جز همینه که باید به دیگران بد بگن، ائمه رو بد جلوه بدن، دیگه کاری ندارن، فقط همینه. و در صورتی که ائمه کسانی بودن که ما اهل سنت اونها رو از اهل سنت میدونیم، اما نه مثل شیعه اونها رو معصوم بدونیم. قطعاً اهل سنت و الجماعت بودن، این خود شیعه هم میدونن و بدین خاطر روایاتی رو که بالفرض روایاتی رو که صداقت داشته باشه، این نقل قول درست باشه، نه اینکه سندشون صحیح باشه و مطابق با دیدگاه واقعی ائمه باشه، میبینیم در خود همین کتاب وسائل شیعه و در تمام کتاباشون به اونها برچسب تقیه زدن. تقیه زدن به خاطر چی هست؟ به خاطر این که عملکرد ائمه اهل بیت، اونهایی که خودشون اونها رو امامان مذهب شیعه میدونن، موافق با اهل سنت و الجماعت بوده. به این خاطر اومدن گفتن تقیه کرده. و اگر واقعا ائمه شیعه بر مذهب شیعه بودن و موافق با مذهب شیعه عمل میکردن، چه نیازی به تقیه بود؟ چون که ائمه شیعه موافق با مذهب اهل سنت و الجماعت بودن عمل میکردن، اما این خوشایند نیست برای راویان شیعه، برای شیعه و مراجع شیعه امروزه خوشایند نیست. بدین خاطر تمام روایات را آوردند و برچسب تقیه بر اون زدند، تا اینکه شیعیان بیچاره هم باور میکنند که بله تقیه کردن، در صورتی که اهل سنت و الجماعت چون چیزی رو نداشتند. ائمه اهل سنت و الجماعت مگر شجاعتر بودند از ائمه شیعه؟ اگر این اعتراف رو بکنند، پس بنابراین خود مذهب اونها امامتشون زیر سوال میره که کسی که شجاع نباشه و صلاحیت و این قدرت اظهار حق رو نداشته باشه، دردش امامتش به درد خودش میخوره. ائمه اهل سنت و الجماعت با اینکه مخالفت هایی داشتن از جانب حکومت، هم به طور مثال امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه در مورد مسئله معروف خلق قرآن، کل حکومت اتجاهش و روشش یک چیزی دیگر هست، مخالف از دیدگاهش، اما امام احمد در جلوی تمام حکومت ایستاده و حرف خودش را در واقع میخواد بیان بکنه و به هیچ عنوان تنازل نداده. به چه دلیل ائمه اهل سنت تنازل ندادن از دین و عقیدهشون و حتی زندان رفتند، کشته شدند و در زندان از دنیا رفتند، شلاق خوردند در ملعان، اما ائمه شیعه تمامشون بله هر روایتی که میاد موافق با اهل سنت هست خیلی راحت میگن که بله این تقیه بوده و شیعیان هم متاسفانه اینو قبول میکنن. و خیلی هم جای تعجب برای من که تمام ائمه از امام علی گرفته طبق عقیده شیعه تا حسن عسکری 11 تا تقیه کردن، 12 اصلا گم شد، فرار کرد. این 11 تا دیگه تقیه کردن و شیعیان امروزی، شیعیان 100 سال 200 سال 500 سال پیش والله عالم نمیدونم، شیعیان امروزی تقیه نمیکنن. یعنی همون حداقل بیان مثل کارهایی که همون زمان ائمه میکردن الان بیان پشت سر رسول نماز بخونن، بیان باهاشون باشن، قتلشون نکنن چون زور ندارن به تعبیر خودشون و جمعیتشون هم به مراتب از اهل سنت در دنیا کمتره. جناب استاد اگر یک میانبانا با هم ببینیم بعد هم در خدمت شما باشیم با ادامه مبحث، فکر کنم بهتر باشه تا بتونید نفسی تازه کنین. بینندگان از یک میانبانا میبینیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود با بحث تعصب بیجا از دیدگاه آقای هلی که چه کسی تعصب بیجا داره. نزد آخوندان شیعه حجاج بیت الله حرامزاده و زیارت کنندگان قبر حسین حلالزاده اند. آخوند مهاجر جواب می دهد:
يا ابن رسول الله لماذا ينظر الله تبارك وتعالى لزوار الحسين؟ يصح تقول نظر له ونظر إليه، أو ينظر إلى زوار الحسين، أو ينظر زوار الحسين. هذا يتعدى ويلزم بفعلين. ليش الله ينظر لزوار عرفة قبل موقف عرفة؟ اسمع، قال لأن في أولئك أبناء زنا وليس في هؤلاء أبناء زنا. قال لأن في أولئك أبناء زنا وليس في هؤلاء أبناء زنا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبینا. و کسانی که مردان و زنان مؤمن را بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشند می‌آزارند، به راستی که بار بهتان و گناهی آشکار بر دوش کشیده اند. کدامین عقل و منطق می‌پذیرد که چنین جسارتی در حق حاجیان بیت الله الحرام روا می‌شود؟ آنانی که ندای حق را اجابت نموده و با لباسی کفن مانند در صحرای مبارک عرفات لبیک گویان دست نیایش به آسمان بلند کرده و اشک عبودیت می‌ریزند. حرامزاده خواندن چنین بندگانی که الله متعال در حضور ملائکه به آنان مباهات می‌کند در کدامین عقل می‌گنجد جز عقل ناقص رافضیان کوردل؟ آیا امکان دارد که کینه توزی چنین در قلب انسان رخنه کند؟ اکنون بیایید ببینیم در عرفات حرامزاده ها بسیارند یا در کربلا. از امام صادق رحمت الله علیه روایت است که او در مورد متعه پرسیده شد، فرمود نزد ما جز انسانهای فاسق کسی آن را انجام نمی دهد. بهارالانوار مجلسی جلد 100 صفحه 318. حال از آخوندان شیعه می پرسیم، کودکانی که از فاسقان به تعبیر امام صادق و فاسقات به دنیا می آیند حلال زاده اند یا حرام زاده؟ و در کربلای شما چه بسا از این صیغه زاده ها وجود دارند؟ با سلام مجدد به همه بینندگان عزیز. جناب استاد، در رابطه با تعصباتی که آقای هلی ذکر کرد که اهل سنت تعصب بیجا دارن و مذهب حق و مذهب اهل بیت رو ترک کردن و ابن تیمیه رحمه الله در جواب هلی گفته بود که اگر تعصب هم بچسبه به دیوار شیعی میچسبه و زیبندر برای شیعه است که تعصب داشته باشه. شما قسمت هایی از تعصبایی که ابن تیمیه در زمان خودش از شیعیان دیده بوده ذکر کرده و شما اگر تعصبات دیگری که ذکر کرده در کتابش و شیعیان واقعا تعصبات اصلا بیجا که تعصبات کورکورانه داشتن برای ما بینندگان باز هم ارائه میدید. من قبلا عرض کردم مواردی که علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کرده از زمان خودشون بوده و چه بسا در این زمان امروزی عین اون مورد وجود نداشته باشه. یکی از این مواردی که علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه بعد از دو موردی که من قبلا ذکر کردم، مورد سومی رو ذکر کرده که برخی از شیعیان به صورت کلی اینو به مذهب نسبت نداده، میگه و حتی ان فیهم، تا این اندازه که در میان شیعیان کسانی وجود دارند که من حرم لحم الجمل، که بسیاری برخی از آنها گوشت شتر را در واقع حرام دانستند و این برمیگرده به همون زمان علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه. شاید کسانی بودند که چون این اعتقادی رو داشتند یا کراهتی رو در واقع داشتند از گوشت در واقع حیوان
و این شتر. البته در مورد خود به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در بصره و جنگ جمل سوار بر شتر بوده. این مطلب که در مورد خود اون شتر هست، روایاتی شیعه دارند که حضرت علی رضی الله تعالی عنه گفت این شتر نبوده و این جن بوده و دستور داد که اون آتش بزنند و خاکسترش رو به باد بدند. یا در برخی از روایات اومده که تا چندین سال این شتر همونجا خوابیده بود روی زمین، هیچ حیوان درنده جرأت نمیکرد که سراغ این حیوان برود. به هر صورت این مطلبی هست که علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه از برخی از شیعیان زمان خودشون نقل میکنند. و یکی دیگر از مطالبی که از زمان خودشون نقل میکنند این است که میفرماد و من تعصبهم انهم لا یذکرون اسم العشره. یکی از تعصب‌های شیعه ها در اون زمان این بوده که عدد 10 رو ذکر نمی‌کردند به خاطر عشره مبشره که خیلی تبلیغ شده بود و این حدیث عشره مبشره یکی از احادیثی است که تمام اهل سنت و الجماعت اونو بلد هستند و میدونن. بدین خاطر شیعیان از لفظ و عدد 10 در واقع یک نوع حساسیتی رو داشتن در اون زمان. بل یقولون 9 و 1 میگفتن 9 به اضافه 1 نمیگفتند که 10. و اذا بنوا اعمده او غیرها لا یجعلونها 10. اگر یک چیزی رو می ساختن در اون زمان 10 ستون نمیگذاشتن، حتما 9 ستون میگذاشتن. و هم یتحرون ذلك فی کثیر من امورهم. در بسیاری از موارد از این لفظ 10 در واقع پرهیز میکردند. این یک موردی بوده که در زمان ابن تیمیه رحمت الله علیه بوده. امروزه چون این چیزی در میان شیعیان وجود نداره و حساسیتی رو با لفظ و عدد 10 ندارن. منتها این علامه ابن تیمیه رحمت الله تنها نیست که این مطالب را ذکر کرده. درباره لحم جمل ابن قیم هم ذکر کرده که یکی از تفاوت‌ها در میان شیعه و سنی این هست که اهل سنت گوشت شتر رو میخورند و شیعه نمیخورند. خب در اون زمان بوده چندین نفر اینو نقل کردن، گرچه در کتاب‌های شیعه شاید امروزه این فتوا کسی ندهد و گوشت شتر رو حلال بدونن. در مورد لفظ و عدد 10 همین چیز در زمان ابن تیمیه رحمت الله علیه بوده و یکی از کسانی که از اون زمان نقل کرده این مطلب را ابن بطوطه است که در سفرنامه خودش و در کتابی که نوشته در این زمینه این مطلب را ذکر کرده. من از مکتبه اهل بیت این مطلب را از کتاب ابن تیمیه خدمت بینندگان عزیز نمایش میدم. اصل کتاب نبود، من این چاپ رو از مکتبه اهل بیت گرفتم. اگر دوستان نمایش بدن کتابخانه اهل بیت هست، این برگه که من چاپ کردم کتابخانه اهل بیت نسخه دوم هست. کتاب ادب الرحلات رحله ابن بطوطه است، صفحه 63 و 64. در اینجا یک مطلبی را آورده و میگوید که و اهلها سبابون و اهلها سبابون، شهری رو که در اونجا رفته بود و شهر سیرمین هست در اینجا اشاره کرده. میگه و اهلها سبابون یبغضون العشره. اهل اون انسان‌های بدزبانی هستند، دشنام میدن، چه بسا به همین روایات شیعه عمل میکردن. یبغضون العشره و از 10 بدشون میامد، از لفظ 10 و عدد 10 بدشون میامد. و من العجیب انهم لا یذکرون لفظ العشره. و جالب اینجا هست که لفظ 10 رو اصلا ذکر نمیکردند، لفظ 10 و عدد 10 رو ذکر نمی‌کردند. و ینادی سماسرتهم بالاسواق علی السلع فاذا بلغوا الى العشره قالوا 9 و 1. و وقتی که در بازار معامله می‌کردند و قیمت رو اعلام می‌کردند، سمساری می‌کردند، قیمت رو میگفتن. وقتی که به لفظ 10 میرسیدن نمیگفتن 10، میگفتن 9 به اضافه 1، 9 و 1 اینو ذکر می‌کردند. قالوا 9 و 1. این مطلبی هم در اینجا بیان کرده که اتفاق افتاد. یک ترکی اومده بود و یک چیزی رو میفروخت به 10، گفت که 9 و 1، اونمون شلاقی رو که در دستش بود، کمانی رو که بود زد به سرش. خب بگو که 10 بگو یا همون بگو 9 به اضافه این شلاقی که من به تو زدم. قال قل 10 بالدبوس و بها المسجد جامع. میگه در اون شهری که مسجد جامعی بود، فیه 9 قباب، 9 قبه داشت. ولم یجعلوها 10 قیاما بمذهبهم القبیح. اینو 10 قبه نکرده بودن به خاطر این مذهب قبیحشون که در این زمینه وجود داشتن، نظری که درباره لفظ عشره داشتن. گرچه این مطلب در واقع شاید بیش باب افتاده باشه، ما اصراری بر این نداریم. منتها علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه اون چیزی رو که در اون زمان خودش دیده بود و مشاهده کرده بود اینو ذکر می‌کند که در اون زمان مردم این گونه بودن. منم یک مدتی پیش یک کلیپ دیدم که یکی از این آخوندها داشت حرف میزد و به حساب در کتاب ابن تیمیه، من به چشمم نخورده که از نقل قول میکرد از کتاب ابن تیمیه رحمه الله که ابن تیمیه به روافض دروغ بسته. یک از دروغ هایی که به روافض بسته، به شیعیان بسته، این است که شیعیان میگن که خدا وحی رو به جبرئیل داد که پیش علی ببره و پیش
محمد برد، اشتباهی پیش محمد برد و یک میگفت این یک از دروغ هست که دروغ هایی که ابن تیمیه به شیعه بسته. و اگه اینو در کتاب های شیعه نگاه کنیم، من فقط میخوام بینندگان عزیز اگر هست همینو نشون بدم که یعنی در اون زمان فرقه هایی بودن که شیعه بودن، اما به مرور زمان بیان کردیم شیعه‌ای بودن، دقیقاً فرق کنه. اگه دوستان عزیز زبابیه بودن، زمیه بودند که عقیدهشون این بوده و اما تو در اون زمان بودن، امروز شاید منقرض شدن، چون این کسی به عنوان یک مذهب شاید این عقیده رو نداشته باشن، شاید افرادی باشن این عقیده رو تا به امروز هم داشته باشن، اما این که ما اینو نسبت بدیم به تمام مذهب شیعان اثناعشری. یعنی من این می‌خواستم بگم دقیقاً این مثل همون هست که فرقه به نام غرابی بود. اگر از نمایش بدن صفحه کتاب، من از کتاب‌های اهل سنت نیارن که بگن کتاب اهل سنت و وهابی و بقیه، انوار نعمانی مال نعمت الله جزائری جلد دومش چاپ مؤسسه عالمی للمطبوعات بیروت، جلد دوم صفحه 208، جلد دو انوار نعمانی 208، قسمتی که فلش زدم خودش بیانگر همینه که میگه الغرابی قالوا محمد بعلی اشبه من الغراب. یعنی این که محمد و علی این شباهتشون مثل دو تا کلاغ بوده، یعنی دقیقاً همون شباهت داشتن. خب و ذباب به ذباب و مگس به مگس، البته این تشابه به خودشون بیشتر میچسبه. فبعث الله جبرائیل الی علی فغلط جبرائیل فی تبلیغ الرساله من علی الی محمد. دقیقاً اینم از فرقه هایی است که آقای خود نعمت الله جزائری در کتابش از فرقه های شیعه ذکر کرده. دقیقاً همین لفظ اشرین که شما ذکر کردین در اون زمان بوده، همونطور که ابن بدوده هم در رحلاتش اینو آورده، در سفرنامه‌اش اینو آورده، ولی الان امروزه نیست. پس این اگر تعصب هم باشه، واقعاً تعصب، اگرچه تعصبات بیجای امروز بیشتر از اون روزه با اون دوره که ابن تیمیه گفته. جناب استاد اگر دیگه مکسی داشته باشین که من اعلام کنم دوستان عزیز در اتاق فرمان شماره تماس برنامه رو زیرنویس کنن تا بینندگانی که میخوان تماس بگیرن با برنامه منهاج السنه، برنامه خودشون تماس برقرار کنن. و همچنین یک خواهشی از همه بینندگان دارم، وقتی که تماس گرفتن صدای ما رو از همون تلفنی که میگیرن تماس میگیرن از همون داشته باشن و بشنون و صفحه تلویزیون رو بذارن کنار، رو یک گوشه برن که صدا ما رو از همون تلفن داشته باشن، زیرا صدا ما با تأخیر ارسال میشه. جناب استاد تا تماس‌ها برقرار میشه اگر نکته‌ای هست بفرمایید. مطالب زیادی هنوز مونده، نمیدونم فرصت میشه. بسم الله تا هر جا که رفتیم دیگه. حالا منتها مواردی هست حساسیتی روی اسم داشتن که اینو ذکر کرده، علامه ابن من اینو بیان نمی‌کنم به خاطر ضیق وقت. و یکی دیگر از مطالبی که ذکر کرده میگوید و من تعصبهم و جهلهم انهم یبغضون بنی امیه کلهم. یکی این هست که شیعیان یا رافضیان در زمان علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه، شاید امروزه هم این گونه باشد، این تعصبشون این است که با تمام اهل بنی امیه مخالف هستند، از تمام بنی امیه، از نام بنی امیه در واقع بدشون میاد. لکون بعضهم کان ممن یبغض علی، به خاطر اینکه شاید برخی از بنی امیه افرادی بودند که از علی رضی الله تعالی عنه بدشون می آمد، یا به خاطر اینکه یزید از بنی امیه بوده. و این که تمام بنی امیه رو در واقع با یک تیر هدف قرار بدن، همهشون حکمشون یکی باشه، از کل قبیله بدشون بیاد و روایاتی رو در این زمینه جعل کردند که بنی امیه شجره ملعونه هست، این واقع نشان تعصب و نشان جهل است. علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه میفرماید که در میان بنی امیه انسان‌های نیک و صالحی بودند، انسان‌های نیکوکاری بودند که قبل از فتنه از دنیا رفتند، قبل از این فتنه‌ای که در زمان سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه به وجود آمد، قبل از درگیری‌های معاویه و علی رضی الله تعالی عنهما این به وجود آمد، انسان‌های از بنی امیه بودند، قبل از این فوت کردند، انسان‌های بزرگواری بودند و نیکوکاری بودند. به هیچ عنوان اونها در واقع بد نیستند، انسان نباید تعصب داشته باشد اونها رو هم با دید یزید یا با دید کسانی دیگر که مخالف بودند با سیدنا علی و دشنام میدادند اونها رو نگاه بکنند. مواردی رو علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه در اینجا ذکر کرده که برخی از جالب اینجا است که اکثر عمال یا بگیم که تعداد زیادی از عمال رسول الله صلی الله علیه و سلم، از کارگزاران رسول الله صلی الله علیه و سلم از بنی امیه بودند. و در میان قبایل قریش وقتی که ما نگاه میکنیم، همبستگی که وجود داشته در میان بنی هاشم و بنی امیه بیشتر از تمام قبایل بوده. بنی هاشم و بنی امیه یکی از قبایلی بودند با همدیگر همپیمان بودند، از نظر سیاسی در اون زمان با همدیگر نزدیک بودند و همپیمان یکدیگر بودند، و هم از نظر روابط اجتماعی ازدواج هایی که بنی هاشم با بنی امیه داشتند فراتر ازدواج هایی هست که با بقیه قوم ها در واقع داشتند. من جمله این هست که علامه ابن تیمیه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدند و بنی امیه رو در بر مسند قدرت قرار دادند.
عمال خودشان را، کارگزاران خودشان را از بنی امیه انتخاب کردن، تعدادی از اونها را. میگه فإنه لما فتح مکه استعمل علیها عتاب ابن اسید ابن ابی العیس ابن امیه، که ایشون به محض اینکه مکه رو فتح کردند عامل و کارگزارش یا استاندار مکه رو یکی از بنی امیه انتخاب کردند که عتاب ابن اسید بود. جالب اینجا است که عتاب ابن اسید یک جوانی بود که تازه هنوز معلوم نیست که یعنی موی صورتش رویده بوده یا رویده نبوده. در کتاب‌های تاریخی این گونه ذکر می‌کنند که مشخص نیست که هنوز یعنی به این سن رسیده بوده، موی در صورتش رویده بوده یا اینکه نرویده. اما رسول الله صلی الله علیه و آله اومدند و ایشون رو به عنوان استاندار در مکه یا عامل خودش، کارگزار خودش در مکه انتخاب کردند. و همچنین واستعمل خالد ابن سعید ابن ابی العاص ابن امیه، خالد ابن سعید رو انتخاب کردند و دو برادرش رو، ابان ابن سعید رو و سعید ابن سعید رو انتخاب کردند برای کارهای دیگر. و همچنین واستعمل ابا سفیان ابن حرب ابن امیه، ابو سفیان رو، پدر معاویه رو هم ایشون به عنوان کارگزاران خودشون انتخاب کردن، بر نجران ایشون رو حکومت دادند و ولایت دادند. و همچنین فرزند ابو سفیان که یزید هست، یزید ابن ابو سفیان برادر معاویه، یکی از اصحاب بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، در فتح مکه ایشون مسلمان شدند و یکی از افرادی بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون مسئولیت هایی رو دادند و مسئول جمع صدقات بنی کنانه بودند و این مطلب را ابن سعد و ابن اسیر آوردند و که ایشون یکی از کارگزاران رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. این یک جنبه هست که تعداد زیادی از کارگزاران رسول الله صلی الله علیه و سلم از بنی امیه بودند، از همین شجره ملعونه ای که امروزه اعلام می‌کند که شیعه ذکر می‌کند که اینها شجره ملعونه هستند بنی امیه. امکان ندارد که بنی امیه شجره ملعونه باشد و رسول الله صلی الله علیه و سلم این همه به اونها مجال بدهد. و اولین کسی رو که ببینیم رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع خودش، یعنی اولین کسی که بنی امیه رو بر گرده مسلمانان سوار کرد شخص رسول الله هست. در زمان خودشون عتاب ابن اسید را و همچنین ابو سفیان رو در واقع قدرت دادن و همچنین تعداد دیگری از بنی امیه را بر مسند قدرت و حکومت نشاندن. و بعد از ایشون فرزندشون حضرت حسن رضی الله تعالی عنه اومد و صراحتا سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه بر مسند حکومت و به جای خودش در واقع نشاند. پس بنابراین اولین کسی که بنی امیه را به قدرت رساند شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و بعد از ایشون سیدنا حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه. جناب استاد اگر ادامه بدین قسمت بعدش و قبل از که ادامه بدین صدا گرم بینندگان رو هم داشته باشیم چون که دارن تماس اینا پشت سر هم. من این مطلب رو کامل بکنم بعد از این مطالب دیگر و مطلب دیگر این که ببینیم در میان روابط خویشاوندی که در میان بنی امیه و بنی هاشم وجود داشته، رسول الله صلی الله علیه و سلم تعداد زیادی از این وصلت ها اختصاص داشته به بنی امیه. بنی هاشم با بنی امیه وصلت هایی رو کردن. به طور مثال شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم ام حبیبه همسر رسول الله هست و دختر ابو سفیان هست. شاید بسیاری از شیعیان این مطلب رو ندونن. ام حبیبه دختر ابو سفیان خواهر معاویه، البته مادرشون فرق میکرد، خواهر یزید ابن ابو سفیان هستشون. ام حبیبه همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم دختر ابو سفیان هست و از بنی امیه هست. اگر واقعا بنی امیه شجره ملعونه هستند یعنی اینکه در منزل رسول الله هستند، ناموس رسول الله صلی الله علیه و سلم میشود که از شجره ملعونه هست. در مذهب شیعه خیلی چندان بعید نیست و خیلی چی بگم معقول نیست. خود شیعه اول از ازواج پیامبر همه‌شون رو زیر سوال میبره، حتی اونهایی که به خوبیشون هم اعتراف زیر سوال میبره. سیدنا عایشه تمام بزرگان شیعه از این که خود ازواج را به زیر سوال ببرند، این زیر سوال بردن شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم است که شون این همسران را انتخاب کرده. مگر رسول الله درایتشون و اون زیرکیشون، شناختی که از جامعه داشتن، شناختی که از خانواده ابوبکر و عمر و ابو سفیان داشتند، مگر یعنی نقصی داشته نمیشناختن واقعا این شجره ملعونه رو، یا به تعبیر شیعه که رفتن از اونها زن گرفتن، این برمیگرده نقصی هست به شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 تا از دخترانش رو دادن به بنی امیه. هم حضرت رقیه و ام کلثوم را که اینها را دادن به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و این مطلب را خود در واقع سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در نهج البلاغه در کلام 164 در اونجا کاملا بیان میکند که وقد نلت من سحره ما لم ینالا، شما این شرافت دامادی رسول الله صلی الله علیه و سلم را داشتید که ابوبکر و عمر نداشتن. این تصریح میکنه
سیدنا علی و روایات و اقوال تاریخی زیادی در این زمینه برای اثباتش هست. و همچنین سیدتنا زینب دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم همسر ابوالعاص بوده، ابوالعاص ابن ربیع که از بنی امیه بوده. و جالب اینجا هست که اولین زنی که خود سیدنا علی هم ازدواج کرد بعد از فاطمه زهرا امامه هست. امامه دختر زینب هست، نوه رسول الله صلی الله علیه و سلم و دختر ابوالعاص ابن ربیع که بازم از بنی امیه هست، بازم از بنی امیه بوده. و دو نفر از دختران سیدنا علی رضی الله تعالی عنه شوهرانشون از بنی امیه بودند، حضرت خدیجه و رمله که خدیجه شوهرش عبدالله ابن عامر اموی بود و رمله دختر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه معاویه فرزند مروان ابن حکم، نه کسی دیگر، فرزند مروان ابن حکم با رمله ازدواج کرده بود. و همچنین فاطمه را که دختر سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه است، عبدالله ابن عمرو ابن عثمان نوه عثمان ابن عفان ازدواج کرده بود دختر سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه را. و از این فراتر می‌بینیم که یکی از فرزندان و زنان خود سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه هم از بنی امیه هست و همین علی اکبری که این همه سر و صدا می‌کنند و در کربلا شهید شده، این مادرش از بنی امیه هست و نوه ابو سفیان هست، نه تنها از بنی امیه بلکه نوه ابو سفیان هست که علی اکبر که فرزند سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه هست، مادرش هست لیلا بنت ابی مره هست و فرزند عروه ابن مسعود هست که مادرش دختر ابو سفیان ابن حرب هست. یعنی این که مادر علی اکبر خواهرزاده ابو معاویه و در واقع یزید ابن ابی سفیان بود. و تمام این موارد بسیار گسترده هست، هم در زمان صحابه و هم در زمان تابعین. واقعا این ارتباطات تنگاتنگ همچنان وجود داشته، هم ارتباطاتی که از نظر اجتماعی بوده، هم روابط خانوادگی بسیار گسترده و تنگاتنگی در میان بنی هاشم خانواده رسول الله صلی الله علیه و سلم و بنی امیه وجود داشته. جناب استاد صدای گرمبیانده داشته باشیم. السلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم، بفرمایید. سلام دوست عزیز، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام بر شما دوست عزیز، بفرمایید. از تاجیکستان مزاحم شما محمد علی هستم. سلام بر شما دوست عزیز و بر مردم تاجیک. بفرمایید اگر صحبتی، نظری، سوالی چیزی در مورد برنامه مطرح کنید. من اظهار تأسف می‌نمایم که برنامه خوب شما را با دیگر دیدن نتوانستم از سبب آنکه در تاجیکستان برق خاموش شد. خیر، انشالله که تکرارش رو خواهید دید، شاید خیر درش بوده. سوال داشتم با جناب شیخ، میخواستم با گوشی جوابش را بشنوم از سبب آنکه برق نیست در ما. درست. آیا دعاهای بعد نماز بدعت هستند؟ شما بعد از برنامه اگر تماس بگیرین که از طریق تلفن جوابتون رو بدن فکر کنم بهتر باشه، چون که ظاهرا مسئلهتون فقهیه. تماسشون ظاهرا قطع شد. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای طاهری. بفرمایید دوست عزیز. خسته نباشی آقای طاهری. سلامت باشید، ممنون. سلام عرض میکنم، ادب و احترام دارم خدمتتون. استاد عزیزم، من یه سوالی برام پیش اومده بود. بفرمایید سوالتون در رابطه با موضوع برنامه مطرح کنید. بله، موضوع شما چی هست؟ ببخشید من بیادبی نشه، نه یک سوال راستش شرعی هست، اجازه بدید ببخشید. لطف کنید سوالات شرعی روزهای دوشنبه برنامه پرسش و پاسخ. نه شرعی نه، اعتقادی استاد اعتقادی درباره سنت، درباره سنت. دوست عزیز، سوالهایی که اگه در رابطه با موضوع برنامه نیست یا برنامه مربوطش تماس بگیرین یا بعد از برنامه. بله درباره سنت هست سوالم، اجازه بدید. خب مربوط به دوست عزیز این بحث برنامه با سنت نیست. عذر میخوام ازتون، امیدوارم که سوالتون در برنامه مربوط بپرسین. السلام علیکم، بفرمایید. الو سلام. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میخواستم با موضوعتون حاصل بشم، یه سوالی داشتم. بفرمایید سوالتون بپرسین. بله. بفرمایید سوالتون رو مطرح کنین. سوالم در مورد
خانم بدکاری بود تو منطقه ما کاشتنش، می‌خواستم ببینم احکامش چیه، شهید بوده نه؟ دوست عزیز، روزهای دوشنبه به سوالات فقهی پاسخ داده میشه. لطف کنین سوالات فقهی رو در رابطه از برنامه پرسش و با پاسخ بپرسین، یا به شماره که زیرنویس میشه به اون شماره بفرستین تا روز دوشنبه اون پاسخ داده بشه. الو. السلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای طاهری. و علیکم السلام و رحمت الله. حالتون خوبه آقا؟ خسته نباشین. سلام علیکم، بفرمایید. ما یه نگاه میکردیم دیدیم که 150 تا از خواهران عزیزمون در عراق به وسیله داعش کشته شدن به خاطر جهاد. دوست عزیز، برنامه منهاج و سنه در رابطه موضوعش مشخص شده، تعصب بیجا. حالا شما اگر در این رابطه حرفی دارین، صحبتی دارین، بر کلام ابن تیمیه، بر حرفای جناب استاد اشکالی چیز دارین، بفرمایید مطرح کنین. سوال بحث سیاسی و بحث‌های فقهی و بحث‌هایی که مربوط به برنامه نیست به هیچ صورت پاسخ داده نمیشه. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید دوست عزیز. برادر عزیز ما تاجیکستان زنگ بزنه. سلام بر شما، بفرمایید. سلامت باشه. السلام علیکم و رحمت الله. الو. سلام، بفرمایید. خسته همیشه. سلامت باشین. آقای طاهری، بفرمایید سوالتون رو مطرح کنین. سوال فقهی داشتم. سوال فقهی روزهای دوشنبه دوست عزیز. از همین بینندگان عزیز که در رابطه سوالهای غیر از برنامه میپرسن، چه فقهی چه سیاسی، چه سوالهایی که اصلا مربوط به برنامه نمیشه، عذر میخوام که در روزهای مربوط سوالاتشون رو از برنامه مربوطه بپرسن. سوال مثلا سوالات فقهی رو در روز دوشنبه برنامه پرسش و پاسخ و همچنین سوالهای دیگه که در رابطه با برنامه نیست و از سوالهایی که مربوط به برنامه نمیشه جدا خودداری کنن. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای طاهری. و علیکم السلام، بفرمایید. حال شما خوبه؟ بفرمایید. سلام و خسته نباشید داریم خدمت شما و استاد بزرگوارم آقای دهقان. من شیعه هدایت شده هستم، از شاهرود تماس میگیرم، ایران. بفرمایید دوست عزیز. زنده باشید. 2 تا سوال داشتم از استادمون. ما یک کلیپی دیدیم از آقای قرائتی در مورد فقه شیعه که میگفت که مثل اینکه یه جا بحث بوده، گفته که ما فقهمونو از قرن اول هجری از ائمه گرفتیم، ولی اهل تسنن این فقه رو از قرن دوم هجری از اون امامای خودشون که به اصطلاح امام حنبل هست و بقیه گرفتن. و همچنین اومده به آیه تطهیر، میگه در قرآن هر جا که تطهیر هست اسم اهل بیت هم هست و اینو دال بر اسمت اهل بیت میدونه. خب سوال دیگه هم داشتم، اگر از خدمتتون نهج البلاغه از خطبه 3 که تو این کتاب اومده شکوه از سیدنا عمر و ماجرای خلافت انجام داده و همچنین از عثمان، و می‌خواستم ببینم این چیزایی که اینجا نوشته درسته یا نه. چشم. زنده باشید. مرسی. سلامت باشید. ممنون. خدا نگهدارتون. السلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید. میخواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون. سلامت باشید. ممنون. الو. بفرمایید صحبت کنید دوست عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید استاد طاهری. سلامت باشین. بفرمایید.
زنده باشید. موضوع برنامه‌تون در مورد تعصب بود. تعصب بیجایی که آقای هلی ذکر کرده، بفرمایید. تعصب بیجا. مثلا ببینم آیا در مورد مسائل دینی هم تعصب خوبه یا بده؟ مثلا بنده به دین و مذهبم میتونم تعصب داشته باشم؟ آیا اینم منفوره، اشکال داره، یا اینکه نه در مسائل دینی میتونیم تعصب داشته باشیم و بهتر و لازمه که تعصب دینی داشته باشیم؟ چشم، حتما به سوالتون پاسخ داده خواهد شد. مطلب دیگه هم بود که شبهه بود تو ذهنم، گفتم شاید استاد بتونن جواب بدن. تو رسانه شما یا رسانه دیگه من شنیدم یا دیدم بعضن که فرمودید که وهابیت وجود خارجی ندارد. متوجه نشدم. ولی در حالی که تو کتاب مولوی سربازی من خوندم که ایشون میگن که بله وجود دارد. حالا می‌خواستم ببینم این جریان چیه، برام روشن کنید. چشم، امکانش هست. خدا نگهدارتون. خب جناب استاد، ظاهرا وقت زیادی هم نداریم، اما تماسی که زیاده و تماس‌هایی که از دست رفت که صدا نداشت اکثرشون یا مربوط بود به سوالای غیر برنامه، غیر از این برنامه. خب جناب استاد، اگر در رابطه با بنی امیه نکاتی مونده، چون که اگر شما بحث بنی امیه بود که شیعه هایی که از تعصبش اینه که بغض و عداوت داره و کینه داره با بنی امیه و نکاتی رو ذکر کردن که رقیه و ام کلثوم از دختران پیامبر صلی الله علیه و آله در نکاح سیدنا عثمان بودن که از بنی امیه بود و نکات دیگه زیاد ذکر کردین. و همچنین در رابطه با لعن بنی امیه که قاطبتاً گفته در زیارت عاشورا اومده. زیارت عاشورا که یکی از صحیح ترین سندهای، البته صحیح ترین سند به کدوم تعریف دقیقاً من نمیدونم چون تعریف خاصی نداره حدیث صحیح ترین سند به حساب به تعبیر شیعه از زیارات فقط زیارت عاشوراست که اگر از جان لطف کنن اینجا نشون بدم. من فقط میخواستم لعن بنی امیه قاطبتاً نشون بدم. در روی وبسایت عاشورا هست، این وبسایت عاشورا متن زیارت کامل زیارت عاشورا با ترجمه فارسی، قسمتی که مورد نظر ما هست لعن بنی امیه قاطبتاً هست، اینجا که زرد کردن اگر این قسمت ولعن الله آل زیاد و آل مروان ولعن الله بنی امیه قاطبتاً. این قسمت رو من میخواستم، حالا به قسمت ها دیگه کار ندارم که و خدا لعنت کند خاندان زیاد و خاندان مروان و خدا لعنت کند بنی امیه را همگی، که تمام اون مواردی که شما ذکر کردین در این همگی بلا استثنا داخله. اگر این همگی باشه یعنی این که نوه رسول الله صلی الله علیه وسلم، امامه همسر حضرت علی رضی الله تعالی عنهم و فرزندانی که بنی هاشم دارند از بنی امیه من هستند که بنی امیه در واقع محسوب میشوند و همچنین علی اکبری که مادرش از بنی امیه هست، فرزند سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه و بسیاری دیگر از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم را در واقع شامل خواهد شد. اما در واقع تمام اینها افترا و دروغ هست، هم این زیارت نامه و این دعاها و این روایاتی که بنی امیه را شجره ملعونه خوندن، تمام اینها دروغ و افترا هست و هم این در واقع روایات جعلی و این افتراهایی که امروزه وجود داره و این دشمنی هایی که ساختند و پرداختند اینها واقعیت نداره. واقعیتی که در زندگانی ائمه و بنی امیه بوده، در روابطی که میان بنی هاشم و بنی امیه بوده، کاملا بیانگر اصل و حقیقت هست که چنین اختلافی و چنین مخالفتی و دشمنی در واقع وجود نداشته. جناب استاد، اگر بحث رو فکر کنم برای هفته آینده بذاریم، فقط سوالاتی که پرسیده شده به اونها جواب بدیم، چون که وقت هفته آینده میخوام بحث دیگری رو بریم. موارد دیگری از اینجا هست که من جهل تعصبی رو که داشتن نسبت به اهل شام علامه ابن تیمیه در اینجا اشاره کرده و که در این زمینه واقعا این گونه هست. در کتاب اصول کافی جلد دوم یک حدیثی وجود داره که اهل شام رو لعنت و نفرین میکنه و همچنین اهل مدینه رو، اهل مکه رو در کتاب اصول کافی هست. در اینجا من آوردم، منتها فرصتی نیست که نشون بدم. کتاب اصول کافی جلد دوم صفحه 409 هست، میگوید که اهل شام شر من اهل الروم و اهل المدینه شر من اهل مکه و اهل مکه یکفرون بالله جهرتا. در کتاب اصول کافی هست و موارد دیگر هست که در اینجا ذکر کرده و برخی از این تعصبات دیگر رو در اینجا اشاره کرده که شاید چندان ضروری نباشه که به همه اونها بپردازیم. منتها در مورد سوالاتی که بینندگان عزیز داشتن درباره فقه شیعه، فقه شیعه کجا هست به ما نشون بدن.
فقهی رو که در زمان علی نوشته شده باشه، در میان زمان حسن، حسین، زین العابدین، باقر، امام جعفر، این بنویسند برای ما نشون بدن که شیعه فلان کتاب فقهی رو داشتن، در زمان ائمه خودشون از اون داشتن استفاده میکردن. اولین کتابی که شیعه دارند که مبوب هست بر ابواب فقهی، یعنی درست. ابواب فقهی رو در آن ذکر کرده و صحیح ترین کتابشون هم هست کتاب کافی هست. کتاب حدیثی هم هست. حدیثی هست، احادیث رو بر درست. اساس ابواب فقهی فقهی تدوین کرده. قبل از این چنین کتابی وجود نداشته. و این کتاب تقریبا حدود 180 سال بعد از جعفر صادق در واقع نوشته شده. بعد از 180 سال یا حتی بعد از غیبت ائمه به صورت کلی، غیبت امام 12 شون، یعنی در زمانی که امامی وجود نداشته، غیبت صغراش، و این کتاب در واقع نوشته شده. فقهی که شیعه داشته باشند وجود نداره که اصلا در زمان گرفته باشند. و ادعایی که شیعه میکنند این است که ما فقهمون از ائمه معصوم میگیریم. همین سندی که از کلینی گرفته تا امام معصوم تا امام جعفر، 6-7 نفر در اون سند هست، هیچ کدام از اینها امام معصوم نیستن. پس چه تفاوتی وجود داره در میان فقه و احادیث اهل سنت و جماعت و شیعه؟ هیچ گونه تفاوتی وجود نداره. و در صورتی که اهل سنت و جماعت در زمان ائمه کتاب‌های فقهی داشتن، مانند کتاب موطا که امام مالک رحمت الله علیه نوشته، کتاب که امام شافعی نوشته، کتاب‌های فقهی بودن که در زمان ائمه شیعه نوشته شده، اما ائمه شیعه در این زمینه کتاب‌هایی رو ندارند. اهل سنت در این زمینه در واقع میداندار بودند و سبقت گرفتن و کتاب‌های فقهیشون قبل از شیعه تدوین شده. این یک مطلب دیگری که در مورد تطهیر بود. چی بود سوال؟ آیه تطهیر بود که آقای این که گفتم هر جا که تطهیر هست اسم ائمه اهل بیت هست، این واقعا دروغی بیش نیست، این گونه نیست. در مورد اهل بدر رسول الله تعالی بحث تطهیر و ذکر ولی یطهرکم در اونجا اومده که بحث اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم اهل بیت در اونجا نیست. اگر از آن لطف کنن نشون میدن در رابطه با وضو آمده. از آن لطف کردن صفحه مانیتور رو نشون میدم، من آیه را از قبلا آماده کردم. آیه 6 سوره مائده، خداوند آیه طولانیه، آخری میگه که ولکن یرید لیطهرکم، دقیقاً تطهیر از ماده تطهیر اومده. در این مورد و در مورد بدر هم الله متعالی این آیه رو نازل کرده و قطعا این گونه نیست. و اساساً تطهیر یعنی به معنی پاک بودن از گناه و معصیت و این اسمتی که شیعه تعبیر میکنن به هیچ عنوان نیست. این بحث رو مستقلاً ما در یک برنامه کامل داشتیم و انشالله در برنامه‌های زیرفت هم اینو انشالله مطرح خواهیم کرد. درست. و مطلب دیگری که خطبه 3 نهج البلاغه رو من خطبه 3 نهج البلاغه همون خطبه شخشقی هست که اصل کتاب نهج البلاغه که سند ندارتون به جای خود، و این خطبه که نقل شده از کسی نقل شده که شیعه به هیچ عنوان با اون سازگاری ندارند، از اکرمه نقل شده و این خطبه، و قطع نظر از این که سندی رو ندارد و بی سند هست، تمامی این موارد برخلاف واقعیت های زندگی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بوده که ده ها روایت در این زمینه وجود دارد که برخلاف این خطبه شخشقی هست. و خودش هم در خود کتاب نهج البلاغه و رضایت خودش رو از ائمه قبلی ابوبکر و عمر ذکر کرده که این تضاد داره با مطالبی که در خطبه شخشقی اومده. و بیننده پرسن در رابطه با تعصب، آیا ما مجبوریم که تعصب به دین و مذهب هم داشته باشیم؟ نه، تعصب در هیچ چیزی قابل قبول نیست. تعصب یعنی تقلید کورکورانه و کورکورانه از یک چیزی دفاع کردن. اون چیزی که در انسان باید به دین خودش و مذهب خودش داشته باشه این است که انسان باید با آگاهی دنبال حق و حقیقت باشد، استدلال از آیات قرآن باشه، احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر واقعا در هر مذهبی، چه مذهب شیعه باشه چه مذهب اهل سنت، یک سنی یا یک شیعه اومد در یک مسئله به این نتیجه رسید با استدلال از قرآن و احادیث رسول الله و تحقیقی رو که در اونجا انجام داده بود که این مسئله در مذهب من خلاف حقه، از نظر شرعی حق نداره که بر همون ناحق پافشاری بکنه، بلکه اون چیزی رو که بهش نتیجه اون رسیده اون باید قبول بکنه. و در مورد وهابیتی که ایشون گفتن، وهابیتی که ادعا می شود و تهمت زده می شود وجود داره. عربستان سعودی میگن همش وهابی. در عربستان سعودی مردم هست، اهل سنت و جماعت هستن، علما هستن. این علما را مخالفانشون میگن که وهابیت هستن و پیروان محمد ابن عبدالوهاب هستن. ما که میگیم وهابیتی وجود نداره
داره به این معنی که در میان علمای سعودی از نظر اعتقادی و میان ائمه اهل سنت و الجماعت، ائمه اربعه امام ابو حنیفه، شافعی و مالک و احمد ابن حنبل، هیچ گونه اختلافی در دیدگاه و در عقیده وجود نداره. اگر واقعا اینها وهابی هستند، پس اولین وهابی امام ابو حنیفه است. شما بیایید اگر واقعا وهابیتی وجود دارد، بیایید تفاوت وهابیت را، اعتقادات وهابیت را با امام ابو حنیفه، با امام مالک، با امام شافعی، با احمد ابن حنبل برای ما بیان بکنید که ما میگیم بله اینها وهابی هستند و بقیه ائمه نظر دیگری داشتند. دقیقاً همان نظری رو که ائمه اربعه اهل سنت داشتند، همان نظر را ائمه امام محمد ابن عبدالوهاب و دیگر علمای سعودی دارند. بدین خاطر من میگم که وهابیتی وجود ندارد. وهابیتی که ادعا می شود دقیقاً همان اهل سنت و الجماعت هستند و اعتقاد ائمه اربعه هیچ گونه تضادی و مخالفتی با عقیده علمای سعودی نداره. ممنون، سپاس جناب استاد، خیلی زیبا و پر محتوا بود. بینندگان عزیز، نیم ساعت دیگه برنامه منبر وصال در رابطه با موضوع ازادی و نشر فرهنگ و کینه و دشمنی شروع میشه. ساعت 8:30 به وقت ایران. جناب استاد اگر صحبت پایانی و خداحافظی دارین. سپاسگزارم از شما، گرچه وقت به من کامل ندادی که مطلب تمام بشه. خب ممنون جناب استاد، ان شاءالله که هفته‌های بعد بیشتر بتونیم در این رابطه صحبت کنیم در رابطه با منهاج الکرامه. شما بینندگان عزیز را به خداوند بزرگ می‌سپاریم تا برنامه بعد. خدا یار و یاورتان. الله حافظ. ممنون جناب استاد.